امروز قراره تو این پست بهتون این نونهای قلبی شکل خوشبافت و خوشمزه رو یاد بدم. نون دارچینی شکری، بافت لایه لایه داره و فوق‌العاده بی‌نظیره. ابتدا آرد، شکر، نمک، خمیرمایه رو خوب با هم میکس کنید. بعد بهش سفیده تخم مرغ و شیر رو اضافه کنید. کمی باقاشو هم بزنید. خمیر که یه کوچولو جمع شدهش بهش کره به دمای محیط رسیده رو اضافه کنید. یه 5 دقیقه ورز بدید. بعد خمیر رو انتقال بدید به سطح کارتون. یک رو به اونجا ورز بدید تا خمیر یک دستی به دست بیاد. ترجیحاً به تست پنجره برسید. خمیرتون رو انتقال بدید به ظرفی که یه کوچولو چربش کردید تا حجمش 2 برابر بشه. بعد از اون پف خمیر رو بگیرید و شروع کنید به چونه گرفتن. من با این حجم خمیر 12 تا چونه گرفتم. چونه ها رو دونه دونه باز کنید، بینش کره آب شده بزنید و همه لایه ها رو روی هم بچینید. بعد با بردنه باز کنید، تا بزنید همونطور که داخل ویدیو میبینید و به 12 قسمت تقسیم کنید. هر قسمت رو به کمک وردنه به شکل مستطیل باز کنید، روش ترکیب شکر و دارچین بپاچید و رول کنید. دو سر رول رو هم بیارید، انتهاش رو دوخت بزنید، به کمک یه چاقو و یا کاردک یه برش بزنید و به این شکل بازش کنید. انتقال بدید داخل سینی فرتون، روش رومال بزنید و داخل فر به مدت 20 تا 25 دقیقه تا زیر و روش طلایی بشه بذارید بپزه و نونهای خوشمزه و خوش عطرمون آماده هستش. مرسی تا انتهای ویدیو همراه من بودید. فعلا خدا نگهدار.